بچه‌ها سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. الان نمیدونه خدا وکیلی منفی چنده که ما اومدیم اینجا، خیلی هم هوا سرده. داگم بزنی نمیاد. آره خدای داگم بزنی نمیاد بیرون. بعد عرضم به شما اومدیم مثل حالا نمیخوام بیادب باشم ولی اومدیم که محتوا برای شما درست کنیم در کنار این بچه‌ها. حالا می‌خوایم امروز بریم پارک و قدم بزنیم و صحبت کنیم در مورد چیزای پارک کردی. حالا بچه‌ها شما حرفی نداری؟ نه دیگه فقط خیلی سرد. الان میکروفونمون هم یکم الان محدودیت داره، بعد من برم بچسبم به بچه‌ها که بتونن صحبت کنن. حالا اگر باز چیزی هم این وسط پیش اومد که دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. آره بریم. آقا بریم. خب این آقای فیلم بردار اونور بگیر، نگاه کن اینجا در واقع چیه؟ مشغول چیزه، محل بازی بچه‌هاست. شما نظرتون چیه؟ بزن یک فیلم بگیریم. بچه‌ها از ما بزرگتره. آره واقعا. خب من یا نظر در تو پارک و این هوای به این سردی و این جمعیت که اینه که اشتباه اومدیم. اشتباه کردیم اومدیم. برای چی گفتی خدای من بیام؟ به خدا من با این سن و سالم، با این ریشم، با این سیبیلم برای چی الان باید بلندشم بیام؟ نظر تو چی اومدم این؟ والا فیلم اذیت نکنید. جمع کردن. جان؟ ترامپولین اینجا بود. ترامپولین این بچه‌ها نشون بده، آقای فیلم بردار نشون بده. اصلا اینجا چی بود؟ توضیح بدی؟ خودت هم قبلا می‌اومدی آره؟ آره ما خیلی اینجا دوست داشتیم. احسن. بعد پولی بود یا چیز بود رایگان بود؟ پولی بود. بسیار عالی، بسیار عالی. دیدی تخم دو زرده بشه چی میشه؟ راج میشه. نه دیگه میشه تخم دو زرده. عالی بود. تو این هوای بستنی میچسبه. خدا وکیلی. 10 تا لایک بخوره فردا میام اینجا بستنی. احسن آره. آقای فیلم بردار برو عقب‌تر. خب. آره. آقا یک سوال از شما دارم. آقا معیار ببخشید. یه لحظه وایسا، نه چیز نکن. خب. به نظر شما پارک مثلا چه خوبی داره؟ چه مزیتی داره؟ چرا مردم میان پارک؟ خلوت کنی. خلوت یعنی چی؟ معیار یاد خاطراتش افتاد. خلوت کردن تو پارک یعنی چی؟ میتونی ریلکس کنی، بالاخره طبیعت داره و فلان و اینا. نمیشه که آدم بره وسط خیابون بشینه. میتونی اینجا بشینی با دوستت حرف بزنی. تنها جایی که میشه بیای با دوستت صحبت کنی پارکه. نه کافه هم هست. کافه. خب چرا بیشتر کافه برای پولداراست. درست. چرا بیشتر ترجیح میدم بیام پارک؟ چه آرومیه به نظر من. آروم دلبازه. مردم با هم کاری ندارن. بعد چه کاری دیگه مثلا انجام میدن داخلش به نظرت؟ نه اون چه بعد یه چیز دیگه عرضم بزرگ شما الان پارک مثلا فقط باید جوونا بیان یا مثلا پیرمردا هم بیان یا مثلا پیرمردا میان پارک پاشون باز شه. بسیار عالی، بسیار عالی. بچه‌ها بریم سمت اون چیزه اونور در واقع چیه اون واسه وای پار میرای من کوش. وای میرم از هوش. آقای فیلم بردار یک لحظه اون برات میگردم ببینم بچهای مخاطبین ما یاد چی میافتن به نظر شما؟ یاد هر چی میفتن داخل کامنت ها میگم. آره واقعا یاد هر چی افتادش تو کامنت ها بذار برامون دیگه. من که یاد بچگیام افتادم خدایی. اگر تو اینجا رو می‌بینی این وسیله رو می‌بینی یاد چی می‌افتی؟ منم یاد این که بچه بودم میومدیم بازی می‌کرد. جدا؟ آره. مثلا تکی میومدی یا مثلا با دوستات میومدی؟ جدی؟ بعد یواش آقا مواظب باش برای ویدیو اول کشته ندیم. رفتی یا نه؟ مهد کودک آره؟ من نرفتم واقعیتش. ما با معیار از مهد کودک بودیم. جدی؟ زمان ما مهد کودک نبود که، زمان اینا مهد کودک بود میرفتن حتما تایم سر ساعت نمیدونم شیرمودشو بخوره، سر ساعت نمیدونم درسته یا نه؟ نه شوخی میکنم ناراحت نشه. آقا رسیدیم به بخش بعدی. بچه‌ها نمه بخش بعدی نمه داره برفم میاد. بخش بعدی بخش حرکات ورزشیه. نمیدونم حالا اهل ورزش هستی یا باشه. اهل ورزش هستی یا نه؟ نه اون اونجوری نیست. تو منو دوست داری آره، لبات گیرایی داره، فدات بشم دوباره، این قلب من تازه کاره. الان حتما میخوایم مثل خفاش بری پاهاتم به اون وصل کنی خود کلتو بیاری پایین. بابانی حتما. وایس اونجوری نه آبرو نکشیم اونجا ما. جدیدن میان برای آزمون گواهینامه اینجا تست میگیرن. جدی؟ بابانی این اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ چه چیزی در آزمون اومده؟ کامیون رو میان اینجا میگیرن. نه میشکنم. تو وزن زیاد میشکنی. تو وزن زیاد میشکنم. بشکنه.
خبر خیلی خوش که برف داره میاد جان. این هم داشته باشین بچه‌ها. فقط داد نزن که حاجی دنبالمون میکنه. نکش. پاشو قلاب نکرده. پاش. نه صبر. ولش کن. آره این نباشه بچه بازی بردکی تنها به روی آبه فراشو بسته میخواد به خوابه اون بالا لجنه من و معیار سنگ کاغذ قیچی میکنیم هر کی بخ باید همین وسط 3 تا شنا بره. قبوله. سنگ کاغذ قیچی. آره که بوس کن منو خودتو ملوس کن نرو بیا کن این سرده بچه خدای من یخ زدم. آقای فیلمبردار اون برای یک لحظه بگی ویو رو داشته باشیم. ویو ابدی. خب عالی. حرفی برای گفتن دارید بچه یا نه؟ برو به نمایندگی از مخاطبین ما که دارن نگاه میکنن یه حرکت رو اینو بزن بیا فیلمبردار بگیره. موافقی یا نه؟ بگیر رو معیار. بچه‌ها نمیدونین معیار چقدر اصرار کرد که بذاریم بره. کودک درونشو دارن فعال میکنن واقعیتش. ببین چقدر روان. کودک درون نمیخواد. جا نمیشه. ذوق کن دست بزن برای بفرست. بسیار بچه‌ها اینجا هم تبلیغشو میکنیم. کافه شواریایی؟ آره. چای خوری. ذرات برف فکر کنم مشخصه دیگه الان. دمتون گرم. خیلی بهمون خوش گذشت. یه پارک گردی بود. حرفی نداری برای گفتن؟ خداحافظی کنی حرفی؟ نه والا حرف که زیاد بود. بریم پشت صحنه. احسن. شما چطور حرفی نداری؟ هیچ بریم پشت صحنه. دم شما گرم. خداحافظ. واسه قلب تو منم کاندیدا بدون عاشق تو شدم پای میده دلم به هیچ سمتی نه پیش نه غیر تو نیست بام کسی تو خوشگلی با چشای فانتزی تو سرما هم بی کاپشنی میخوایم زدیس بگیریم زدیس فانتزی تو سرما هم بی کاپشنی تو مانکنه بی ساکشنی من عاشقتم میفهمم با تو اینو به من بوس بده با تم کاپوچینو حالا پی ای ان آی پانی جون من دوست دارم نمیشه حالیشون مردم پول ندارن بگیرن. بچه‌ها من میخوام سر زندگیم ببندم. گوشی رو میگیرم این زیر. اگه آبش اومد که بدبخت. آقا یوتیوب بهشون زده داریم بریم محتاج